یک روز پادشاهی همراه با درباریانش برای شکار به جنگل رفتند. هوا خیلی گرم بود و تشنگی داشت. پادشاه و یارانش را از پا در می‌آورد. بعد از ساعت‌ها جستجو جویبار کوچکی دیدند. پادشاه شاهین شکاریش را به زمین گذاشت و جام طلایی را در جویبار زد و خواست آب بنوشد، اما شاهین به جام زد و آبی بر روی زمین ریخت. برای بار دوم هم همین اتفاق افتاد. پادشاه خیلی عصبانی شد و فکر کرد اگر جلوی شاهین را نگیرم درباریان خواهند گفت پادشاه جهانگشا نمیتواند از پس یک شاهین برآید، پس این بار با شمشیر به شاهین ضربه ای زد. پس از مرگ شاهین پادشاه مسیر آب را دنبال کرد و دید که ماری بسیار سمی در آب مرده و آب مسموم است. او از کشتن شاهین بسیار متأثر گشت. مجسمه طلایی از شاهین ساخت. بر یکی از باله‌هایش نوشتند یک دوست همیشه دوست شماست حتی اگر کارهایش شما را برنجاند. روی بال دیگرش نوشتند هر عملی که از روی خشم باشد محکوم به شکست است.